طبیعی خدا خواسته که تو رمضان تو بیشتر عبادت بکنی. پیامبرم در غیر رمضان عبادت میکرد که پاش ورم میکرد تو نماز قیام. عایشه بهش میگفت که خدا گناه قبل و بعد تو خدا بخشیده رضی الله عنهما. یک کمی به خودت آوانتاژ بده، تخفیف بده. بعد در جواب همسرش گفت که ای زن، تو دوست نداری شوهرت بنده شاکری برای ربش باشه؟ عایشه سکوت کرد، گفت بله، خیلی وقتا انسان حسرت یک حسدی میخوره، خصوصا امروز که مرگای ناگهانی خیلی زیاده، سکته ها و تصادفات و فرصت همه چیز از انسان میگیره. مرگ ناگهانی خیلی خطرناکه چون انسان رو غافلگیر میکنه. پیامبر در طول سال عالی بود، تو رمضان که وارد میشد دیگه عالی تر میشد. تو 10 شب آخر که میرسید دیگه چه، نه خودش میخوابید نه اجازه میداد اون 10 شب کسی تو مدینه بخوابه. همه رو بیدار میکرد، خانواده رو بیدار میکرد. یه خیمه میزد تو گوشه مسجد اعتکاف میکرد. بعضی روایت آمده که تو سالی که پیامبر به رفیق اعلی پیوست 20 روز اعتکاف کرد و جبرائیل تو اون سال 2 بار قرآن رو با پیامبر ختم کرد و مرور کرد. رمضان که هر سال تکرار میشه، ولی تکرار ما و شما حتی فردا شبش هم چه نماز صبحش هم تضمین نیست. واقعا فرصتی است. میگم تو 10 شب آخر اونقدر سخاوتمند میشد پیامبر صلی الله، میگه سخاوتمند نبود، ولی این توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول زندگی، در روزهای اول رمضان و در 10 شب و 10 روز آخر رمضان دیگه کمر جد میبست، آستین همت بالا میزد و به اعتکاف مینشست. میگم گوشه از مسجد اعتکاف میکرد، خلوت میکرد، تو خونه نمیرفت، فارغ برای عبادت، برای مناجات. من دوست ندارم که وقت شما رو با صحبت بگیرم، چون این شبها 3 چیز مهم: یکی نماز، 2 تلاوت زیبای کلام رب العالمین، تو این نماز، تو این دل شب، و 3 دعاست، استغفار و دعا. ولی این 40 کلمه که میگم به خاطری که انگیزه ها تقویت بشه، به خاطر اینکه انسان وقتی کاری رو انجام میده بر اساس معرفت و شناخت و علم و آگاهی باشه، تأثیرش بیشتره. خیلی نمیخواد دیگه خودتو خسته بکنید. علم و آگاهی خیلی وقتا تو اینقدر زحمت میکشید، تلاش میکنید، ولی خلاف برنامه هست، خلاف علمه. پس این موسم بازار آخرته. بزرگترین فضیلت این شب این که قرآن درش نازل شد. 114 تا سوره، 6600 تا آیه، 323,671 حرف. اجازه بده به خداوند زمین دلت که بی نهایت پهناوره
در اختیار رب العزت و الجلال قرار بده، در اختیار خالقش قرار بده. این زمین دلت خیلی پهناوره، ساحل نداره. این دلتو در اختیار خالقش قرار بده. این زمین پهناور دلت در اختیار خالق قرار بده. میدونی اگر این زمین دلتو در اختیار خالقت قرار دادی، ربت چی میشه؟ همش بوته های گل میکاره تو زمین پهناور دلت و دلت میشه بوستان و گلستانی از گلهای خوشبو، خوشرنگ و معطر. 323,671 بوته گل تو زمین دلت میکاره. کل وجود تبدیل به گلستان میشه. کل وجودت معطر و خوشبو و خوشرنگ میشه. یک ختم قرآن در غیر از رمضان 3,236,710 حسنه داره. هر حرفی ضرب در 10 بکن، هر حسنه‌ای به 10 حسنه. اما این 10 تا رو بیار تو چه شب قدر. هر حرف قرآن معادل 84 سال، 83 سال و 4 ماه، ببخشید بیشتر از 83 سال و 4 ماه. یعنی یک حرف قرآن در غیر از رمضان بخونید، در دهه اول رمضان بخونید، هر حرفی به 10 تا حسنه. در غیر رمضان. ولی همون یک حرف تو شب قدر اگه نصیبت بشه چی میشه؟ از قرآن خواندن به مدت 83 سال و 4 ماه اگه طول شب و روز بخونید، ثواب اون یک آیه و یک حرف بیشتره. دلت در اختیار الله بگذار. اجازه بده تا کلام رب العالمین تو اعماقت نفوذ بکنه. اجازه به صاحب این دلت که اللهه، این دل تو قفسه سینت گذاشته، بهش اجازه بده تا هر کاری میخواد با دل تو انجام بده. هم دل مال خودشه، هم تو بنده خدایی. پس چرا به خدا اجازه نمیدی؟ اگر اجازه به شیطان دادید که با دلت هر کاری میخواد بکنه، بیچاره و بدبختت میکنه. دل تو اولین کاری که میکنه از ایمان به رب العالمین و توحید و عقیده توهین میکنه. تو رو مفلس و فقیر و بیچیز و حقیرت میکنه. اجازه بدید تا در زمین دلت خداوند گل بکاره. الله باغبان دلت باشه. اگه الله باغبان شد، کل وجود تو بوته های گل میکنه. انا انزلناه فی لیلة القدر. خدا نصیب بکنه. یعنی شما آمدید که التماسش بکنید. التماس کس ناکس میکنیم به خاطر یه لقمه نان. قسم ناحق میخوریم که 2 تومن روی یک پوشاکی، روی یک جنسی از مشتری بیشتر بگیریم. فکر میکنیم که تاجر میشیم. چرا التماس خدا نمیکنیم؟ این شبها شبهای التماسه، شبهای راز و نیازه، شبهای تخلیه شدنه. اگه تو حاضر شدید، برای اون عزیزی که حاضر نشده دعا بکن. برای همه جوانا دعا بکن. نه تنها برای دوستانت، بلکه اونایی که مخالفتن هم برایشون دعا بکن. برای علما، برای حکام، برای کفار، برای دشمنان خدا هدایت نصیب همه بکن. اگه برای خودت و خانواده و دوست خصوصی دعا بکنه، این هنر نیست. عمر شمشیر کشیده بود که گردن پیامبر رو بره بزنه تو کوچه های مکه. چشمش خون شده بود، از کاسه در آمده رگ گردنش ورم کرده بود. ولی پیامبر تو سجده دعا میکرد خدایا اسلام را عزت ببخش با هدایت یکی از این 2 تا عمرها. دعا رو دست کم نگیر. خب وقت تمومه. یه سلام دیگه مونده، وترم مونده.
دعا هم مونده، به همین قدر بسنده میکنم. اگه حیاتی باقی موند شاید فردا شبم در خدمتتون باشم. موفق و مؤید و سربلند باشید.